بینندگان عزیز، سلام‌های گرم ما رو بپذیرید. امیدوارم که خوش و سرحال باشید و تا این لحظه شب لحظات خوشی رو گذرونده باشید. همینطور که میدونید برنامه‌های کودکان مقدماند هر سه شنبه در همین ساعت از همین کانال پخش میشه. برای شما که تا به حال برنامه ما رو ندیدید، باید بهتون بگم که برنامه کودکان مقدماند برنامه است برای بزرگسالان، برنامه است برای کسانی که از وضعیت کنونی کودکان راضی نیستند. هدف ما اینه که کودک رو و مسائل کودک رو که الان به معضلی تبدیل شده در جامعه ایران به مسئله محوری جامعه تبدیل کنیم و کودکان رو که واقعا تا این موقع هیچ وقت دوران به این سیاهی و تاریکی نداشتند در موردشون صحبت کنیم و با فعالین حقوق کودک بتونیم سازماندهی کنیم حول خواسته هایی که میتونه زندگی و آینده کودکان رو تغییر بده. در برنامه ما مثل برنامه قبل ودا ایلکا رو داریم. ودا جان، به برنامه ما دوباره خوش اومدی. امیدوارم از این به بعد بتونیم هر روز همیشه در برنامه‌مون ببینیمت. ممنونم، مرسی. سلام افسانه جان و سلام بینندگان عزیز. خوشحالم که امروز هم در کنار شما هستم و در کنار بینندگان و امیدوارم که باز هم بتونیم برنامه خیلی خوبی رو امروز ارائه بدیم در کنار هم دیگه. مرسی، منم خوشحالم از این که تو رو داریم اینجا. فکر کنم ودا جان بهتره که با تلفن ها شروع کنیم. بله درسته. شما قبلا در مورد این تلفن ها با من صحبت کردیم، با همین مقدار در موردش حرف زدیم. من فکر کردم که اگه براتون امکان داره امروز یه مقدار بیشتر در مورد این تلفن ها که مردم چی گفتن، صرفشون، صحبتشون چی بود، اگه فکر کردم برای بینندگان بتونیم بیشتر. قبل از هر چیز باید تشکر کنم از شمایی که زنگ میزنید، تماس میگیرید با ما. راستش تلفن هامون خیلی زیاد بود این بار و خیلی بیشتر از دفعه های قبل. به طور عمده از فقر و گرانی صحبت میکردن مردم و یه خانومی که امیدوارم الان صدای منو بشنون، ایشون خیلی واقعا مستحصل بود و خیلی عصبانی میشه گفت و ایشون داشت در مورد این صحبت میکرد که به یه نکته خیلی مهم اشاره کرد و گفت که من خودم جزو طبقه متوسط بودم تو این جامعه، ولی الان متاسفانه دیگه طبقه متوسط داره از بین میره و مردم دارن تبدیل میشن به فقیر و غنی و این کاریه که جمهوری اسلامی کرد و واقعا رفاه خانواده ها رو تخریب کرده به طور کامل و دست خانواده ها دارن به این شکل، یعنی به خانواده های فقیر تبدیل میشن. و این خانم تعریف میکرد که مجبور شدن که خونه‌شون رو عوض کنن به خاطر اینکه دیگه نمیتونستن اون اجاره رو بپردازن و گوشت توی سفرهشون نیست. ایشون دوست داشت که با مردم صحبت کنه. خودش گفت که مدت هاست بچه ها میوه نخوردن. وسطای حرف شروع کرد به گریه کردن و این خب یک مشکلیه که برای همه مردم الان در ایران واقعا وجود داره. معضل گرانی معضلیه که الان وجود داره و میتونم بگم ودا جون عمده تلفن هایی که شد در مورد گرانی بود و چیزی که من خودم فکر میکنم در این باره اینه که فرقی که تلفن‌های مردم کرده با مثلا 1 سال 2 سال پیش اینه که نفرت از جمهوری اسلامی خیلی شدید شده و مردم خیلی راحت و باز صحبت میکنن و در جامعه ایران هم همین جوره الان. یعنی با هر کس که صحبت میکنی در ایران انگار که به هیچ شکلی داره چی میگن، میخوان منفجر بشن و آدم منتظر هر لحظه که یک اتفاقی بیفته. بله متاسفانه اینطوریه، چون به هر حال الان 33 یا 4 ساله که جمهوری اومده سر کار و از همون روز اول شروع کرده رو حرفش، رو بحثش، صحبتش، مشکلاتی که پیش اومده در واقع از کودکان و زنان و کارگران شروع کرده. ولی الان ما بحثمون بیشتر رابطه کودکانه و خیلی خوشحالم که یه همچین ساعت‌های، همچین زمان‌هایی رو ما داریم این ور دنیا که بالاخره به داد کودکان برسیم، بتونیم کمکشون بکنیم. و صحبت‌هایی که شما کردین در مورد تلفن این خانم متاسفانه هستش و خیلی موردهای مختلف هستش. کودکایی که خب به هر حال تو این شرایط چیکار میتونن بکنن وقتی کسی که هیچی نداره تو خانواده‌اش، پدر مادر کار میکنن، بعد یه زمانی انقدر کار میکنن که دیگه به هیچی نمیتونن برسن، خرج بچه‌هاشون نمیتونن بدن.
بعد شرایط اینجوری پیش میاد، خب به قول شما واقعا مشخصه مجبور خونه‌شون رو بفروشن، زندگیشون رو بفروشن، به یه جایی برسن، ولی اینطوری اصلا پیش نمیره وضعیت، چون انقدر جمهوری اسلامی وضعیت رو خراب کرده، انقدر مشکلات به بار آورده که اصلا ساده نیستش آدم بشینه به این راحتی در موردش صحبت کنه، چون موضوع خیلی خیلی مهمه، یه معضل خیلی بزرگیه در رابطه با کودکان و مسائل و مشکلاتشون که آدم باید بپردازه بهش صحبت کنیم، همیشه بحث بشه. میدونی 7 میلیون کودک کار وجود داره در ایران و الان 7 میلیون از چرخه تحصیل محروم هستند و با یه حساب یعنی حساب کتاب که آدم میکنه میبینه که توی این امروز 34 سال این حکومت با این اعمال ننگینش داره حکومت میکنه و سالیانه من حساب کردم همینجوری سالیانه 205,883 کودک به چرخه کار کشیده شدن و من دقیق میگم 205,883 چون این شن بیابون نیست، سنگ نیست، هر کدوم یک انسانند و باید کامل اینو گفت و در ماه میشه 17,157 کودک در طول 34 سال حکومت ننگین اسلامی در ایران از تحصیل محروم شدن و یعنی روزانه 572 کودک و این خودش نشون میده که چیزی که کودکان مقدما در سر لوحشه و میگه که محک این که بدون یک جامعه چقدر آزادی و رفاه اینه که وضعیت کودکانش چجور باشه و این به خوبی نشون میده این. بله دقیقاً، چون الان ما داریم شرایط کودکان که داخل ایران هستن، متاسفانه وضعیت شرایط زندگی آدم‌ها یه طوری شده که در واقع یه جورایی داره دو طبقه کاملا میشه، ثروتمند و فقیر، یه همچین حالتی دقیقاً داره میشه، چون زندگی متوسطی به اون معنا وجود نداره. به خاطر اینکه الان ما داریم میبینیم که چقدر کودکان دارن کار میکنن، یعنی یه کودکی که به قول ما چی میگن هم و غمش فقط باید بازی کردن و نهایتش درس خوندن باشه توی خانواده، ولی این بچه‌ای که 5 سالشه، 6 سالشه، 10 سالشه، 15 سالشه، درس و مدرسه و خانواده و اون احساس محبتی که به خانواده داره، به هم نوع داره، به همه رو باید بذاره کنار، فقط بره دنبال کار، چون باید شکمشو واقعا سیر کنه، راه دیگه ای نداره، چه کار میتونه بکنه؟ یعنی متاسفانه جمهوری اسلامی شرایطی رو به وجود آورده که بزرگا که هیچی، بچه‌ها مجبورن، یعنی بچه‌ها فکرشون خیلی بزرگونه فکر میکنن، چون به این نتیجه رسیدن که بابا برای زنده موندن باید کار کنیم، باید تلاش کنیم، هیچ راه دیگه ای نداریم. برای همینه که ما این همه بچه‌هایی داریم که خب کارهای مختلف میکنن که تو خیابون‌های تهران و شهرستان‌ها داریم میبینیم، تو پایین شهرهای تهران آدم بیشتر دقت بکنه تو چه شرایطی واقعا این بچه‌ها دارن کار میکنن. یاد حرف معاون رئیس جمهور افتادم که چند وقت پیش گفته بود که وضع اقتصادی مردم خوبه ولی باید دانست که نابرده رنج گنج منظر نمیشود. این واقعا نشون میده که این نمیدونم چی باید اسم اینا رو گذاشت، جونورا چجوری فکر میکنن و اینکه این شخص باید دید که خود این شخص رنج میبره. آیا رفسنجانی و لاریجانی و رئیس جمهور و خامنه‌ای و بیت رهبری و اینا دارن هر روز رنج میبرن که انقدر جیباشون پر شده و دارن میترکن؟ چرا باید کارگر رنج ببره؟ و رنج هم میبره، کار میکنه، ماها حقوقشو بهش نمیدن. به دنیا اومدن که رنج ببرن، بعد کودکان رنج ببرن که رفاه داشته باشن. پس وظیفه دولت چیه این وسط؟ یعنی یه دولت وظیفش اینه که ارگانایز کنه توی جامعه، بتونه به هر حال اقتصاد کشور رو به یه جوری باید ارگانایز کنن که آموزش کودکان، بهداشت کودکان، درمانش، رفاهش، امنیتش، همه اینا تامین بشه. اون وقت وزیر سپاه پاسدارانشون اراذل اوباش سپاه پاسداران میگن که شورش گرسنگان نزدیکه و ما برای سرکوب آماده ایم و ما آماده ایم و باید دید که یعنی کاری که جمهوری اسلامی کرده در این مدت واقعا به غیر از سرکوب هیچی نبوده. یعنی راه حلی که بتونه بده که خب کودکان گرسنه‌اند توی این مملکت، وضعیت اینجوریه، کارگران خودشون توی خبرگزاری ایلنا نوشته بود که 60% کارگران در فقر شدید به سر میبرند. 60% بیش از 60% کارگران ایران و خط فقر رو 1,500,000 تا گفتند و
بیش از 60% کارگران زیر 300,000 تومان میگیرن. خب باید دید که بچه‌های اونا به چه وضعی دارن. خب معلومه سفره‌های مردم خالیه، معلومه که مردم تبدیل میشن به فقط فقیر و غنی. یک پسر جوانی زنگ زد به ما بعد از برنامه قبل و ایشون داشت میگفت که توی بعضی از فروشگاه‌های تهران پالتو هست که 50 میلیون تومان قیمتشه. اینو کی میره میخره؟ این پالتویی که 50 میلیون کی میره تو برج میلاد بستنی میخوره؟ خب این قشنگ نشون میده که فلاکت مردم علتش چیه؟ پول نیست تو مملکت. خب اگه پول نیست، خب چرا جیب آقازاده ها پره؟ اگر پول نیست، این میلیاردی که دارن میدزدن چیه؟ این پولی که دارن به تروریستای اسلامی دنیا دارن کمک میکنن و از جنس خودشون بشار اسد که 60,000 نفر از مردمش رو قتل عام کرده. پول چرا برای این چیزا هست ولی برای امنیت و آسایش و رفاه مردم نیست؟ بله، متاسفانه اینطوریه که خب سران جمهوری اسلامی وقتی ما بحث اقتصاد توی جامعه رو داریم در موردش صحبت میکنیم، اینه که سران جمهوری اسلامی یعنی به خاطر همین اومدن جیباشون رو پر کنن. یه واقعیتیه، تمام دنیا میدونن، ملت ایران میدونن، خودشون هم بهتر از همه میدونن. یعنی برای کار دیگه، برای رفاه جامعه، برای کمک به کودک و مردم نیومدن. یه واقعیتی که ما داریم میبینیم و متاسفانه اینا پولا رو میزنن به جیب تو کشورهای خارجی، تو بانک‌های مختلف چقدر اینا پول دارن و به قول صحبت شما که خب به قول شما کی میره تو برج میلاد بشینه مثلا بستنی بخوره، یا کی میتونه بره از فلان پالتو بیاد بخره، مگر اینکه خود اونایی که پول دارن. وگرنه یه آدم متوسط معمولی که نمیتونه این کارو بکنه، یا حتی یه کارگری که خودش و بچه‌ش و زنش و همه دارن کار میکنن برای اینکه فقط شکم خودشون سیر کنن، اونم نه واقعا غذای خیلی درست حسابی معمولی میانم، تازه نه، در حدی که فقط سیر بشن، در حدی که بتونن یه نون بخرن و یه پنیر، همین. یعنی راه دیگه نیست. برای همین بچه‌هاشون میرن کار میکنن. بچه‌های این همه بچهای گل فروش و نمیدونم بادکنک فروش و چسب زخم میفروشن و اینایی که بچهای کوچیکی که وزنه دارن، مثلا اونجا آدما وزنشون رو نمیدونم خودشون رو وزن میکنن، یا آقایی میاد با فلان پالتو با فلان تیپ، یا با یه خانومی. یعنی انقدر من میخوام بفهمم که بابا به عنوان یک انسان چقدر تو میتونی حس داشته باشی. فکر کن مثلا بچه‌ای تو میتونی همچین حالتی ببینیش که مثلا پاتو بذاری اینطوری، بعد بچه با اون دست سرما و سرد و با اون دست کوچولوش بیاد مثلا کفش تو رو بخواد تمیز بکنه. میدونی آدم اینا رو اگه بخواد نگاه کنه انقدر زیاده که یعنی واقعا روزها و ساعتها باید بشینه در موردش حرف بزنه. به این راحتی نیست. من فقط الان ما در واقع حرف ما صحبت روی جمهوری اسلامیه که آقا داره میبینه وضعیت چیه، بیشتر از این دیگه نمیشه ادامه داد. یعنی تو نمیتونی ادامه بدی چون شرایط دیگه شده. مردم همه روشن شدن، باز شدن، مال 33 سال پیش نیستن. چون مردم با دست پنجه نرم کردن، بچه‌های کوچیک دست پنجه نرم میکنن. چون الان این بچه چه فرقی با بچه اونا داره؟ چرا نباید بره مثلا توی کلاس بشینه درس بخونه یا فلان مانتو بپوشه، نمیدونم فلان روسری خوب بپوشه سرش. میدونی اینا همه متاسفانه معضلاتی که ما تو کشورمون داریم و غیر از بچه‌های ایرانی، بچه‌های افغانستانی هستن که اصلا اونجا به دنیا اومدن. پدر یا مادرشون میتونه ایرانی و افغانی باشه، مال اونجا هستن، ولی اینا حق حتی درس خوندن توی این کشور رو ندارن، جایی که به دنیا اومدن. خب اینجوریه که جمهوری اسلامی از همون اول مارک زد به بچه‌ها، قسمت بندیشون کرد و خودش میگه که من هیچ مسئولیتی در قبال اینا ندارم. یه عده رو بچه‌های مهاجر میخونن، خب نه بهزیستی، نه هیچ کدوم از ارگان‌های دولت، نه وزارت کار، هیچ کدوم هیچ مسئولیتی در قبال اینا ندارن. یه عده بچه‌های بی‌هویت هستن، یه عده، همه اینا رو جدا جدا کردن و هیچ مسئولیتی ندارن. ولی نمیشه جمهوری اسلامی به این شکل ادامه بده. نمیتونه که بچه‌ها رو فقیر بکنه، رفاهشون رو در و داغون بکنه، به بازار کار بکشونتشون و بعد وقتی که اعتراض میکنه، وقتی فعالین حقوق کودکی که مثل بهنام ابراهیم زاده اعتراض میکنه، دستگیرش میکنن، شکنجهش میدن و به هر حال الان که با مبارزات مردم خوشبختانه تونست بیرون بیاد و پیش بچهش بره. ولی فکر میکنم خیلی اهمیت داره و مردم اینو میدونن که هیچ دیکتاتوری تا الان سر پا نمونده. جمهوری اسلامی الان تنها کاری که
داره و تنها ریسمانی که بهش وصل اعدامه و سرکوبه. یعنی اینو ازش بگیرم واقعا مردم میریزن بیرون و اینا رو میشورن، از بین میبرن. گورشون رو باید گم بکنن اگر نمیتونن رفاه و امنیت برای مردم، برای کودکان و مملکت تأمین بکنن. و هست تمام امکانات در ایران هست که همه بتونن راحت زندگی کنن، همه کودکان بتونن راحت زندگی بکنن. و بعد به نظر من وداد جون وقت زیادی از برنامه باقی نمونده، در اینجا فقط میشه در مورد سازماندهی گفت از فعالین حقوق کودک بخوایم که این تلویزیون خودتون بدونین، این برنامه رو برنامه خودتون بدونین، با ما تماس بگیرید حتما و سعی کنید که با هم تماس بگیرید، دوستان با هم، همسایه ها با هم، پدر و مادرها با هم. باید جمع هایی رو تشکیل بدیم که این جمع ها به هم بپیوندن، بتونیم اعتراض کنیم. تا زمانی که اعتراض نکنیم هیچ چیزی تغییر نمیکنه. و سرکوب هست، توی همه کشورها بوده. الان مصر مگه سرکوب نیست؟ ولی مردم اومدن بیرون تو خیابونن میگن تا زمانی که تغییر پیدا نکنه ما از اینجا نمیریم. بالاخره حرمت مردم مهمه، بالاخره منزلت مردم مهمه. اینا همه چی از مردم گرفتن و واقعا با اعتراض فقط میشه دقیقاً این حرمت و منزلت رو پس گرفت. دقیقاً همینطوره، چون که جمهوری اسلامی هیچ راه دیگه ای نداره. چیکار میتونه بکنه؟ 30 چند سال این کارو کرده، به هیچ نتیجه نرسیده و الان دقیقاً موقعی هستش که مردم حواسشون جمعه، میدونن چه اتفاقی، میدونن چه کارهای اینا کردن، چون هیچ راه دیگه ای نداره. جنس این فقط میکشه، اعدام میکنه، سنگسار میکنه، نمیدونم شکنجه، اینا هیچ راه دیگه ای نداره مگه اینکه مردم بلند شن اعتراض کنن. خب بالاخره ماهایی که اینور دنیا هستیم 100% خب پشتشون هستیم، باهاشون هستیم، چون اون جامعه رو ما باید بسازیم با اعتراض، با تغییر. واقعا غیر از این هیچ راه دیگه وجود نداره که جمهوری اسلامی رو سرنگونش کنیم. درسته. متاسفانه وقت برنامه‌مون به پایان رسید. در اینجا فقط میتونیم بگیم که به امید دیدار تا برنامه آینده و شاد و سرافراز باشید. تا به امید دیدار. شب و روز خوبی داشته باشید. خوشحالم که بازم بتونیم در کنارتون باشیم با برنامه‌های جدید. شبتون خوش.